سلام دوستان، حالتون چطور؟ امیدوارم که هر جایی که باشین حالتون هم عالی باشه. امروز با یه سری اخبار داغ در خدمت شما هستیم که این اخبار بعد از ماهای دراپ زدن حال شما رو جا میاره. خب اخبار اولی که ما قراره به شما بگیم در مورد ایدراپ سگ یا داگ هستش که هفته پیش ما توی چنل $8 به آیدی بالا معرفی کردیم. این ایدراپ که همون ابتدا که اومد ترکون و میلیون ها مخاطب جذب خودش کرد و سیستم کاربردی بسیار راحتی داشت. فقط کافی بود این ایدراپ رو استارت بزنیم تا بر اساس سن اکانتمون به ما پاداش بده. حالا این ایدراپ قسمت کانکت ولت رو اضافه کرده که این آپشن امیدی بر این است که توی هفته‌های آتی منتظر برداشت این ایدراپ باشیم تا بتونیم این ایدراپ رو بفروشیم. همینطور که خبر دارید و توی چنل تلگرامی $8 ما خبر دادیم، این توکن توی صرافی‌های مختلف لیست شده. پس این کانکت ولت احتمالاً برای برداشته و به زودی ما میتونیم اونو برداشت کنیم. پیشنهاد ما وصل کردن ولت تونکیپر به این ایدراپه. پس هرچی اکانت دارید از این ایدراپ بزنید، چون هنوز این ایدراپ ادامه داره و میتونین توی این ایدراپ شرکت کنید. خبر بعدی که ما قراره به شما بگیم خبریه که ایمان به شما میگه. خبر دوم چیه؟ خبر دوم اینه که بلوم یک آپدیتی داده و اسکواد ها رو آورده. میتونید با جوین شدن داخل اسکواد ها تا 10% بیشتر پاداش بگیرید و در قسمت کانکت والت میتونید با وصل کردن تونکیپرتون که فعلا هیچ پاداشی نداره و احتمال میدیم برای انتقال دادن امتیاز بلوم به صرافی‌های دیگره از اون استفاده کنید. پس اول برید سراغ گزینه کانکت والت و یکی از والت هایی که پر پوله نه ها، یکی از این والت های فیکتون وصل کنید و آماده داشته باشید تا اگه برداشت باز شد یا تغییر ایجاد شد سریع برداشت رو بزنید و آماده نقد کردنش باشید. گزینه کانکت ولتش همین بود و توضیح دیگه این نداره. کانکت کردن هم که کاری نداره. اون گزینه کانکت ولت رو میزنید، بعد یه صفحه براتون میاد بالا. از اون قسمت گزینه تونکیپر رو انتخاب میکنید و خودش میره داخل تونکیپر. بعد اون ولتی که میخواید رو انتخاب میکنید و گزینه کانکت رو میزنید. به همین راحتی. تو قسمت اسکواد هم میتونید هر اسکواتی که دوست داشتین رو جوین بشید و پاداش 10% بیشتر رو بگیرید. ربطی نداره که اسکواد دو چند نفره باشه، که آدم مهم باشه، چنل بزرگی باشه، اینا هیچ ربطی نداره. در هر صورت 10% پاداش بیشتر میگیرید. بعد از اون داستان هک بلوم از آپدیتی که دریافت کرده فعلا تا اینجای کار کانکت ولت و گزینه جوین اسکواد آورده و اینکه حتما یادتون نره که گیمش رو بازی کنید و این تیکت ها رو جمع نکنید بذارید. آخرش که چی؟ باید بزنید. همش پر خود شد خواهد رفت. الان استفاده ازش. ما پیشنهادمونه که حداقل 70% شو استفاده کنید. یه 30% شو بذارید که قرار بشه با تیکت ها پاداشی بده، اون 30% رو داشته باشید و دلتون نسوزه که همه رو مصرف کردید. بازیش خیلی حوصله سر بره، اما یکی از ایدراپ های معتبریه که میشه ازش پول در آورد. اینم از این اخبار هات امروز و اینکه یادتون نره چنل ما رو هم داخل یوتیوب و هم داخل تلگرام سابسکرایب کنید و ما رو به 100 نفر اول برسونید. 100 نفر چیزی نیستش. یادتون نره که ما رو لایک، کامنت و سابسکرایب کنید، هم داخل تلگرام هم داخل یوتیوب. و اینکه پول سمت شما نمیاد، شما باید برید سمت پول. دوستان ممنون از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. منتظر ایدراپ های معتبر از طرف ما و چنل $8 باشید. خدا نگهدار.